آنر 50. اولین گوشی آنر بعد از جدایی از هواوی. سلام به لولآپیای گل، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز در خدمت شما هستیم با بررسی اولین گوشی از کمپانی آنر. اول از همه میریم سراغ طراحی بدنه. این گوشی بدنه شیشه‌ای و فریم دوری آلومینیومی داره که طراحی بسیار زیبا و جذابی داره، ولی متاسفانه این گوشی آی پی خاصی نداره و ضد گرد و غبار نیست. دوربین ها به صورت دو ماژول دایره‌ای در پشت گوشی قرار گرفتن که بیرون زده یه دوربین خوبه و به اندازه کافیه. لبای گوشی از پشت و جلو کرو داره و این باعث میشه که گوشی حالتی خوش‌دست بگیره. البته این حالتی که هستش میتونه برای بعضی خوشایند باشه و برای بعضیا ناخوشایند باشه و این یه چیز سلیقه‌ای. در قسمت پایین ما اسپیکر رو داریم، درگاه تایپ سی رو داریم، میکروفون و خشاب سیم کارت که در خشاب سیم کارت دو تا جایگاه سیم کارت وجود داره. در بخش صفحه نمایش این گوشی صفحه نمایشی در ابعاد 6.57 اینچ داره که رزولوشن 1080 در 2430 داره که امولده و کیفیت خوبی داره و میتونه با رقاباش که 11T و A52s باشه میتونه رقابت کنه و چیزی از اونا کم نداره و همچنین 120 هرتزی هستش این صفحه نمایش و در قسمت صفحه نمایش میتونه نمره خوبی رو از آن خودش کنه. و در بخش نرم افزاری این گوشی اندروید 11 و مجیه 4.2 رو داره. این رابط کاربری که مختص آنر هستش میتونه به شما قابلیت های خوب و مناسبی رو بده و از نظر شخصی سازی یک مقداری از شیائومی و سامسونگ میتونه قابلیتاش کمتر باشه، ولی در کل ویژگی‌های خوبی داره. در بخش امنیت این گوشی یک اسکر اثر انگشت در زیر نمایشگر داره که سرعت خوبی داره و همچنین یک تشخیص چهره نیز دارد. این گوشی دارای چیپست اسنپ دراگون 778 5G که میتونه تمام بازی‌ها رو به روون اجرا کنه که این واقعا خیلی خیلی خوبه. و اینکه این گوشی در دو نسخه 128 گیگ رم 8 و 256 گیگ و رم 8 عرضه میشه. و اینکه در بخش باتری این گوشی یک باتری 4300 میلی آمپر داره که با شارژر 66 واتی عرضه میشه که واقعا سرعت شارژ خوبی داره و همچنین میتونه برای شما تا یک روز شارژی کنه. در بخش اسپیکر متاسفانه یک اسپیکر داره و مونو هستش و این یکی از ضعفایی که میشه به این گوشی گرفت. در بخش دوربین ما توی این گوشی یک لنز اصلی 108 مگاپیکسلی داریم که در بالا قرار گرفته و 3 تا لنز داریم که به ترتیب لنز اولترا واید 8 مگاپیکسلیه و لنز ماکرو و عمق هم 2 مگاپیکسلی هستند و فلش هم در پایین قرار گرفته. عکس هایی که با دوربین اصلی گرفته میشه واقعا کیفیت خیلی خیلی خوبی رو داره و خروجیاش بسیار عالی هست. کنتراست خوبه، رنگ خوبه و نور هم خوبه و در کل امتیاز خوبی رو میتونه در این قسمت بگیره. و در قسمت واید یا همون اولترا واید این گوشی میتونه عکس های خوبی بگیره، در این قسمت هم خوبه ولی یک مقدار رنگ ها به طبیعی بودن نمیزنن. و در بخش پورتره این گوشی میتونه سوژه رو به خوبی از بک‌گراند جدا کنه و پشتش رو به خوبی بلر کنه و اینجا هم امتیاز خوبی میگیره. و در قسمت آخر که قسمت ماکروه میتونه ماکروهای خوب رو به پایین بگیره، یعنی آنچنان عالی نیست ولی خوبه. در کل چیدمان دوربین خوبه و مطلوبه و واقعا در این قسمت نمره خوبی رو میتونه بگیره. و در بخش ویدیو این گوشی حد اکثر میتونه تا 4K فیلم برداری کنه، 720 1080 و 1080p و اینجا بخش هم حرفی نیست. فیلم هایی که با این گوشی گرفته میشه نویز کمی داره و رنگ ها هم به خوبی میتونن ثبت بشن. و دوربین سلفی هم یک سنسور 32 مگاپیکسلیه که میتونه این هم عکس های خوبی رو برای شما به جا
بذاره و میریم ما هم دیگه نمونه عکسشو ببینیم که نویز کم نور خوبه و همه چی عالیه. حالا شما بگید این گوشی با قیمت حدودی 10 میلیون تومان به نظر شما ارزش خرید داره یا به گزینه دیگه یعنی 11 تی یا A52s باید فکر کنیم؟ حتما توی کامنت ها نظرتون رو بگید. لایک، فالو و سیو فراموش نشه که باعث دلگرمیه. تا یک لول اپ دیگه، خدا نگهدار.